بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و درود خدمت شما دوستان و عزیزان و مهربانان. خدا را شکر میگوییم که فرصتی دیگر داد تا در خدمت شما عزیزان باشیم و با هم در مورد یه نقطه بسیار زیبا و مهم و حیاتی که باعث میشه ما در زندگی یک کسی واسه خودمون باشیم، در تاریخ یک اسمی رو واسه خودمون نقش بذاریم، بعدها صدها و هزارها سال بعد وقتی کسی میاد، انسانها میان، نوادگان ما میان، وقتی اسم ما رو میبرند رحمت الله علیه هم نثار جان ما کنند. خیلی حرفه که ما بتونیم از این قدرت‌های خدادادی که در توان ماست به بهترین وجه استفاده کنیم و یک کسی باشیم که خداوند از ما میخواد سرمون روز قیامت بلند باشه. با چی میتونیم به این هدف برسیم؟ با همت. بله، همت، اراده، عزم، همت و مردانگی. همت چیه؟ همت میگن همت بالا، همت بلند. پس این همت بلند و کوچیک داره. همت خوب داریم، همت بی همتی هم داریم. همت اینه که به هیچ راضی نشی مگر به این که به قله برسی. همت اینه که قلب و روان و روحت بخوان که به سقف اعلا برسن، نه اینکه بیایی به چیزای کوچیک فکر کنی، عقل تو زندگی تو بگی و گره بزنی به چیزای کوچیک. امام ابن القیم در مدارج السالکین میگه که همه یعنی اراده کرد، خواست. همت یعنی نهایت کمال و در نظر داشت و همیشه میخواست به نهایت کمال برسه. امام ابن تیمیه یه نقطه بسیار زیبایی با یه مثال بسیار زیبایی همت رو واسه ما تشریح میکنه. میگه که در انسانهای عادی قیمت و بهای هر انسانی به اون چیزایی که بلده. مثلا شما وقتی میرید خواستگاری میگن این دختر خانم از هر انگشتش یه هنر میباره. یعنی چی؟ یعنی هنر و فن و فوتی که اون طرف بلده این قیمت و بها و شخصیت اون رو به نمایش میگذاره. ایشون میگن اما در آدمای خاص، آدمای عاقل به این نگاه نمیکنن. آدمای عاقل به این نگاه میکنن این چی میخواد. طرف قیمت و بهایش در اون چیزیه که در پیشه، در اون چیزیه که میخواد بهش برسه، در همتشه. قیمت و شخصیت هر فردی در همت اونه. خب همت بلند یا فرد بلند همت اونیه که راضی نشه مگر این که به هدفش برسه، اون هم هدف بسیار بالا. هدفشو گذاشته رو سقف آسمون، نه چیزایی کوچولو. همت هم کار دل و جانه و هر کس هم خودش صاحب قلب و دل و جان خودشه. میخوایم یه مثال بزنیم، مثال یک انسان با همت رو میزنیم امروز انشاءالله با هم. با این شخصیت با همت همراه میشیم، یه سفر بسیار بسیار طولانی میریم و ازش خیلی درس‌ها یاد میگیریم، البته بعد از این میان برنامه کوتاه. وصال حق، منبر توحید و حقیقت.
این است الله پروردگار راستین شما، بنابراین پس از حق چیزی جز گمراهی و ضلالت وجود ندارد. پس چگونه از حق روی گردان می شوید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد. بله، منتظرید که بگم قصه کیه؟ مثل مادر بزرگای قدیم بگم یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود 2 تا کلاغه بودن و شما هم داشتید تماشاشون میکردید. نه بابا، از این حرفا نداریم. حرف همت داریم، حرف یه انسان واقعی. انسان واقعی چی کارا کرد، به کجاها رسید و من و شما هم میتونیم مثلش باشیم، بلکه بهتر از اون. باورتون میشه؟ خب البته قبل از این که بگم قصه این شخصیت و قصه این جوون مرد و بیایید بگم که حقیقتا همت یک فرد بالاتر از کارشه. حتی کار و تلاش قیمت داره، بها داره، اما همت با ارزش تره. باورتون نمیشه؟ بیایید بشینیم در محضر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند من هم بحسنة فلم یعملها. یک کسی میخواد یک کاری کنه، اراده کرد یک کار خوبی بکنه، اما اون کار انجامش نداد. چی؟ خب در واقع نباید چیزی بهش برسه، اما نه، همت داره. آدم با همت من هم بحسنة خواست یک کار خوبی رو انجام بده، انجامش نداد، کتبها الله عنده حسنة کامله. خداوند واسه اجر و پاداشی نوشت. فقط خواست، انجام نداد. خیلی حرف. در حدیث دیگر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هر کسی که آرزوی شهادت کرد، همیشه دلش میخواد به شهادت برسه، شهادت رو به صدق و راستی با همتش میخواست به دست بیاره، خب بعدم شهید نشد، اگر اومد تو خونهش رو فراشش مرد، خداوند اون رو با شهیدان محشور میکنه. ببینید اون چیزی که میخواد، انگیزش به کجا وابسته است، فکرش به کجاست، به اون میرسه. در غزوه تبوک ما داشتیم که صحابه جمع می‌کردن، مثلا اون چیزی دار و ندار خودشونو میرفتن به غزوه تبوک. خیلی غزوه سختی بود. بعضی از صحابه اومدن یا رسول الله ما میخوایم بیاییم، اما چطور؟ نه اسبی داریم، نه الاغی، نه توشه راهی، هیچی همراهمون نیست. بعضیمون پیامبر خدا هم چیز دستش نبود که اینا رو با خودش مثلا مسلحشون کنه و با خودشون ببرن. پیامبر رفتن به غزوه تبوک، داشتن می اومدن به صحابه فرمودن ببینید ما هر جا رفتیم بعضی از افراد بودن در همه این سختی هایی که ما تحمل کردیم و شریکن، مثل اجر و پاداشی که ما گرفتیم اونا هم گرفتن و نشستن تو خونه هاشون، خوابیدن تو مدینه منوره. صحابه گفتن بابا ما این سختی ها رو کشیدیم، بعضی نشستن تو خونه هاشون تو مدینه منوره، اجرشون پاداششون مثل اجر و پاداش ما. گفتن بله. چطور؟ گفت اونا میخواستن بیان، همتشو داشتن، مردانگیشو داشتن، نیتشو داشتن، میخواستن بیان، اما خب عذری داشتن. یکیشون مریض بود، یکیشون نمیدونم زاد و توشه نداشت، به هر حال یک عذر موجهی باعث شده بود که اینا نرسن به ما، اما دلشون با ما بود، اجرشو گرفتن. و کسی که میخواد بره به جهاد، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مورد اون شخصی که میخواد بره جهاد و آمادگی میگیره و فلان، اما وفات کرد، نتونست بره به اون هدفش که میخواست در پیش بود، نرسید، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند قد اوقع الله اجره علی قدر نیته. خداوند اجرشو به قدر نیتش، همون اجری که باید بهش میرسید رسید. بیشتر از این پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، بگید صلی الله علیه و سلم، این رسولی که به ما این همه درس محبت و عشق و ایثار و همت میده، ایشون میفرمایند که احیانا یه درهم از 100,000 درهم جلو میزنه. یه درهم از 100,000 درهم جلو میزنه.
صحابه گفتن چطور ممکنه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. آقایم سرورم فدا شمیلاهی ایشون فرمودن ببین یه آدمی هست 2 درهم داره، 2 تومن داره، 1 تومنشو به قول برادرای تاجیک 2 سامان داره، 1 سامانشو یا 1 تومنشو میده در راه خدا. یعنی چی؟ یعنی 1 نیمی از ثروتشو داد در راه خدا. یکی دیگه است که نه میلیون ها تریلیون ها داره، 100,000شو میده. خب این 100,000 از میلیون ها تریلیون های اون 1/10 نه 1/1000 ثروتش نیست، واسش چیزی نیست، اما اون داره نیمی از ثروتشو میده، پس اون با ارزش تره. این ثروت خدا داده به من، به شما، به این، به اون، اما مهم اینه که قلب داشته باشی، دل داشته باشی، همت داشته باشی. حالا برمیگردیم به قصه خودمون. قصه یکی بود؟ قصه اون جوان مرد با همتی که قولشو به شما دادم. البته بعد از این میون برنامه. وصال حق، تابشی از قرآن و سنت. بگو آیا از معبودانتان کسی هست که به سوی حق هدایت نماید؟ بگو الله به سوی حق هدایت می کند. آیا کسی که به سوی حق هدایت می کند بیشتر سزاوار پیروی است یا کسی که تنها در صورتی هدایت می یابد که او را هدایت کنند؟ شما را چه شده؟ چگونه داوری می کنید؟ با عرض سلام مجدد خدمت شما. گفتیم که قصه یه جوان مرد رو میگیم، جوان مردی از اون مردا که با همتش چه کارها نکرد. این قصه یه جوونیه از اسپانیا که اسمش بود چی؟ اندلس. اسمش هست بقی ابن مخلد. بقی ابن مخلد یه جوان مرد عاشق علم و دانش از اندلس 2 تا سفر داشتن به شرق. از اروپا 2 تا سفر داشتن به شرق. یه سفر ایشون رفتن به مصر و به شام و به این مناطق. یه سفری داشتن به حجاز و به مکه و مکرمه و به بغداد و به این طرف اومدن. سفر اولشون 14 سال طول کشید، سفر دومشون 20 سال طول کشید. باورتون میشه؟ همه این سفر رو هم با پای پیاده. با چی؟ با پای پیاده. راهی رو که امروز هواپیما تو 6 ساعت میره، بقی ابن مخلد پای پیاده طی کردن. کوها، دریاها، صحراها. هرگز نگفت شاید از گرسنگی میمیرم، پولم تموم میشه، دزد سر راه، سختی ها، صحراست، کوه، سردیست، گرمیست، فلان. نه، مرد با همت بلند شد، رفت سفر که 14 سال در پی علم و دانش بود. برگشت به اندلس. بعد شنید که یک امام بسیار بالا و برجسته، امام احمد، ایشون در محضر درس امام احمد زانو نزده. برگشت. امام احمد کجا بود؟ در بغداد. برگشت بغداد. رسید بغداد، نرسیده بود به شهر، شنید که بله حکومت ظالم اون وقت یه فتنه‌ای به پا کردن. فتنه بود خلق القرآن. بعضی از بدعتگران یه فتنه‌ای درست کردن، بعضی آدمای فضول که اصلا در پی صد راه گذاشتن در مسیر امت بودن، از این چیزای بیهوده درست میکردن. هدفشون چه بود؟ که ما بگیم قرآن مخلوقه، بعد از اون یه مدتی بگذره همه قبول کنن قرآن مخلوقه، بعدش بیایم بگیم قرآن جایز الخطاست، پس توش درسته و نادرسته. یک مکر و حیله‌ای تو سرشون بود. امام احمد اینو درک کرد، گفت نه. مردونه وایساد، گفت نه، قرآن کلام الله است، ما چیز دیگه نمیگیم، میگیم قرآن کلام الله است.
بعد اینو گرفتن ظالما و علما رو تهدید میکردن، اینو زندانی کن، اونو بزنش، اینو شکنجه کن، اونو به هر حال خیلی بلاها سرشون آوردن و امام احمد از جمله علما بود که به سختی، امام عصرش بود، امام اون زمان به سختی مورد شکنجه قرار گرفت. 2 سال و 4 ماه تو زندون بود و خیلی شکنجه ها بهشون دادن. معتصم در زمان واسق، در زمان مأمون قبل از اونا این فتنه جریان داشت. معتصم ترسید که امام احمد تو خیلی شکنجه دید. یعنی تصور کنید معتصم می اومد امام احمد رو می آوردن و جلاد رو می آورد گفت بزن، هر جلادی فقط حق داد 2 تا شلاق بزنه که تو خسته میشه، نیروی تازه بیاد بزنه. خب امام احمد رو به این صورت شکنجه دادن. اون کسی که امام احمد رو بعد از 21 سال از این شکنجه غسل میداد وقتی که وفات کرده بودن، میگفت بعد از 21 سال اثر شکنجه روی امام احمد بود. معتصم ترسید که امام احمد تو به اصطلاح زندان شهید بشه، مردم انقلاب کنند و حکومتش بره هوا. اینجا بود که ایشونو به اصطلاح نظربندش کرد، گذاشت تو خونه، زندانیش کرد تو خونه خودش. در این اثنا بود که رفیق ما بقیه ابن مخلد رسید به بغداد. رسید، خب این شنید از این ور اون ور امام احمد تو زندان تو خونهش، چیکار کنم چیکار نکنم. رفت مسجد، اونجا تو مسجد نشسته بود، درسی بود در مسجد. امام ابن معین این مرد به اصطلاح علم الرجاله، امامی است در علم الرجال. نشسته بود توی مسجد، داشت که برای مردم، برای شاگردا که اونجا بودن براشون شرح میداد. میپرسیدن که استاد فلان شخص، فلان راوی حدیث، علم الرجال در اسلام یک علمی بی‌نظیر. الان ما ثبت احوال داریم، این ثبت احوال ما تا الان در کشورهای پیشرفته نرسیده به چی؟ به مستوا و به اون درجه علم الرجال. علم الرجال یک علمی است مخصوص مسلمان ها، هیچ قومی دیگه ای مثل اونها نداره و نشانه پختگی و عقل و درایت بسیار عجیب مسلمان هاست. ابن معین داشته برای مثلا شاگردانش در مسجد، یحیی ابن معین داشت برای شاگردانش در مسجد شرح میداد. بله این آقای دروغگوی حدیث رو نگیرید، این آقای درستکاری، این که بقیه که تازه رسیده بود و خیلی هم حدیث یاد گرفته بود، با علمای بسیار نشسته بود. خب خیلی سوالات واسه بود. بلند شد، اجازه میخواید استاد من از راه دور اومدم فلانی. گفتن بله این آدمی بسیار درستی، خوب کردی حدیث رو گرفتی، فلانی علانی. شاگردا گفتن بس آقا نوبت ماست. گفت یه سوال دیگه. گفتم بفرما. گفت احمد ابن حنبل. تا احمد ابن حنبل رو گفت همه شاگردا نگاه کردن، این چه سوال بی‌مزه، کسی از احمد ابن حنبل هم میخواد بپرسه؟ خود ابن معین هم همچین نگاه کرد، این چه سوالیه؟ گفت ببخشید من تازه اومدم، من اروپایی هستم و وقتی شکل و قیافه شو دیدم فهمیدم بله این غریبه است. گفت پسرم امام احمد حنبل مثل من در مورد امام احمد حنبل حرف نمیزنه، این امام مسلمون هاست. امام احمد حنبل بزرگتر از اینه که کسی بپرسه که چی در موردش میگیم. خیلی متأثر شد. بقیه ما روز بعدش خواست بره پیش امام احمد گفتم بابا تو خونهش نظربنده. خب خونهش کجاست؟ با رفت خونه امام احمد اومد گفت که بله، گفت من قسم اینه، از اون دورا اومدم، از اندلس، از اروپا برای یادگیری علم حدیث. امام احمد گفت خب من به صورت خیلی خوشحالم میشم به شما خدمتی کنم، اما من اینجوری هم وضعم اجازه ندارم، حکومت واسه تو هم مشکل درست میکنه واسه منم. گفت من یه راه حلی دارم. ببین دانشجویی که در پیه اگر یک دری رو ببندن به شاید 100 در دیگری. گفت که امام ببین من از فردا میام لباس گداهای اینجا رو میپوشم، میام دم در میگم ای به من بینوا کمک کنید، من بیچاره رو کمک کنید، من میام در میزنم، شما هر روزی 1-2 تا حدیث، چند تا حدیث که میشه به من یاد بده. امام اول خیلی خوشش اومد، اینو میگن نرد. گفت باشه اما جلوی مردم این ور اون ور آفتابی نشی ها، این اطلاعاتی ها و این بسیجی ها و سپاهی ها خیلی حواسشون جمعه. بقی اومد
یک بذار عمومی کهنه پونه سرش کرد، یه جبه قدیم پوسیده و لاسیده ای و اومد خونه امام احمد. در زد، امام در رو باز کرد، بله داد میزد به من بینوای بیچاره کمک کنین. امام در رو باز کرد، دید که بله بقیه چی کار کرده؟ دوات و قلمشو گذاشته تو آستین و امام هر روزی چند تا حدیث بیشون یاد میداد. تا این که گذشت، زمانه گذشت و واثق مرد و متوکل اومد. متوکل اهل سنت بود و آدم عاقلی بود. این فتنه رو برکنارش کرد. گفتم بابا این فتنه چیه که مردم عذاب کردید؟ نه پیامبر گفت قرآن مخلوقه، نه ابوبکر و نه عمر و نه عثمان و نه علی و نه هیچ کی. ما چرا این قصه رو درست کردیم؟ خب اومد و امام احمد اومد و آزاد شد و اومد سر مجالس علم. اون وقتا بود که بقی وقتی می اومد امام احمد سر مجالس علم، بقی رو میداد کنار خودش میشون و میگفت که ببینید بی این میگن طالب علم، بی این میگن دانشجو، مثل این باشید. و قصه رو واسه به اصطلاح دانشجوهای دیگه تعریف میکرد. این بود که بقی ابن مخلد. بقی ابن مخلد اونجا موند و سالها به اصطلاح کسب علم کرد و یه روزی امام احمد دید که سر کلاس نیست. بقی کجاست؟ گفتن که مریضه. امام احمد از مسجد رفت به طرف خونه بقی، جایی که تو هتلی که جایی رو کرایه کرده بود، رفت اونجا. مردم تو راه میدیدن امام داره میره جایی. کجا میره؟ میگن عیادت بیمار. ما هم بریم. همه بغداد در پی امام احمد حرکت به طرف چی؟ به جایی اونجایی که خونه بقی بود. رفتن اونجا دیدن بقی بله دراز کشیده، کتابا کنار سرش، بیماره. امام احمد گفتن که مژده بده بقی. ببین بقی خدا شفات بده ایشالله، اما مژده بده و یادت باشه در روزای بیماری میدانی است برای اجر کسب و پاداش، برای کسب اجر و پاداش الهی که در روزای سلامتی نیست. همونطور که در روزای سلامتی میدانی است برای کسب اجر و پاداش که در روزای بیماری نداری اونو. پس هر فرصتی که گیر آوردی از اون بهترین استفاده را کن. بعد از اون که امام احمد از نزدیشون رفتن دیگه همه مردم اون وقت بود که بقی رو شناختن. بقی میگه از اون وقت به بعد دیگه وضعم توپ شد. هی این بیا زیارت و عیادت، این غذای خوبی بیار، این سوپ خوبی بیار، این نمیدونم. هر کسی به ما میرسیدن. به این صورت این مرد میدون بقی سالهای سال اینطوری با این همت و جوان مردیش کسب علم کرد و بازگشت به اندلس و به اروپا. اونجا میدان دعوت بقی ابن مخلد بود. کتابهایی در حدیث نوشت، تفسیر نوشت و بسیاری از کتاباش متاسفانه ضایع شد و اما خیلی ها که هست امروز در کتابخانه‌های اسلامی مصدر علم و دانش برای دانشجویان. ما از این همت‌ها بسیار داریم. امام سرخسی رو داریم. امام سرخسی تو زندان، اونم کجا؟ زندانش کردن گذاشتنش توی یه سیاهچال، تو چاه، تو یه سیاهچاه. از اونجا شاگردانش می اومدن بهشون درس میداد و کتاب مینوشت. کتاب المبسوط در فقه برادرای احناف اینو امام سرخسی تو چاه نوشت. شاگرداش بیرون از چاه داشتن می نوشتن. چند جلده؟ 15 مجلد، 15 جلد در کتابخانه ببینی که این قدری. اینو امام سرخسی تو چاه نوشت. همت. امام طبری خودمون بچه مازندران، امام طبری اومد به شاگرداش گفت کی همت داره مرد میدونه بیایید یک کتاب در تفسیر واسه آینده بنویسیم و مردم استفاده کنن. گفتن استاد ما حاضریم. چقدی کتاب چند جلدی میشه؟ گفت حدود 30,000 صفحه‌ای میشه. گفتن 30,000 صفحه استاد اینو کی میتونه بخونه؟ بیا خلاصش کن. باشه 3000 صفحه خلاصش میکنیم. کتاب تفسیر رو نوشت. بعد از اون اومد گفت بیایید تاریخ بشریت رو بنویسیم. گفتن این چقدر؟ گفتن 30,000. گفت اینو کی با ما نه. گفت باشه خلاصش میکنیم. تاریخ طبری که هست، تفسیر طبری که هست، اون روزا نوشته شد. وقتی که اون شاگردا میگفتن که این خیلی زیاده، امام طبری میگفت همت مرده تو مردم همت ندارن. ببینید چه همتی داشتن. استاد احمد راشد در کتاب صناعت الحیات یک قصه زیبایی رو ذکر میکنه. میگه که
یک معهدی بود در فرانکفورت مال استاد فؤاد سزکین، معهد تاریخ علوم الاسلامیه. یکی از دعوتگران اومد که استاد من میخوام برم اونجا و اونجا کار کنم، اونجا زحمت کنم و تحقیقات کنم، شما یک واسطه باشه به استاد فؤاد بگید که منم قبول کنه. میگه منم به استاد فؤاد گفتم که ایشونو قبول کنه، آدم خوبیه با همتیه فلان. گفتن بله به یک شرط قبولش میکنم بیاد اینجا، شرط هم اینه که باید روزانه 16 ساعت کار کنه. به این برادر گفتیم، گفت نه من نمیتونم. بعد استاد فؤاد به من نشون داد، ببین استاد اون شاگردا رو نگاه کن، اونا ژاپنی ان، اومدن اینجا با همین شرط 16 ساعت در روز کار میکنن، با شرط 16 ساعت در روز در مخطوطات و نوشته‌های عربی قدیم ژاپنی‌ها دارن کار میکنن. این آقا میگه که من نمیتونم. ببینید اینو میگن همت. همین ژاپنی‌ها وقتی رفتن آمریکا چیکار کردن؟ رفتن قدرت و توان اروپا و آمریکا رو گرفتن آوردن ژاپن و امروز صنعت رو صادر میکنن به اروپا و آمریکا با همتشون، با مردانگیشون، با زحمتشون. شما هم میتونید مثالی از همت باشید. بله خدا را چه دیدی؟ شاید 200 سال بعد، 300 سال بعد کسی مثل من بیاد و قصه شما رو واسه آیندگان تعریف کنه و از قصه شما این درس رو بده به آیندگان که آهای همت کنید بشید مثل محمود، همت کنید بشید مثل آقا حمید، همت کنید بشید مثل آقا رضا، همت کنید بشید مثل شما. بله خب بیایید با هم فکر کنیم، بشینیم و بگیم آیا ما از بقیه ابن مخلد کمتریم؟ ما از اون ژاپنی ها کمتریم؟ نه خیر، ما میتونیم که کسی باشیم، همون خدایی که امام سرخسی رو خلق کرد، من و شما رو خلق کرد، و ما میتونیم با هم در کنار هم این همت رو در خودمون، در دوستامون، در پدر و مادرمون، در برادر و خواهرامون، در همه خویشامون این همت رو زندهش کنیم و بشیم کسی واسه خودمون که روز قیامت وقتی دستمون رو میذاریم تو دست پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بتونیم تو چشاش نگاه کنیم، بگیم یا رسول الله من همونی بودم که شما میخواستین. تا دیداری دیگه همه شما عزیزان را به خدای منان میسپارم و از همتون التماس دعا دارم. خدا یار و نگهدار همتون باشه. خدا حافظ.